3 تا بار میلگیر خریدم به حدود 30 تن میلگیر 10 تا 18. مرحله اول که این بار زدم بردم بررسی کردم دیدم 2 تن کمه. این آقا 30 تن آهن خریده اما عملاً 24 تن تحویل او دادن. به محضی که میره ماشینو میبره خالی بازکن میاد اون پشت مغازش مثلا 20 تا دونه صفحه 50 کیلویه یواشکی میذاره تو جعبهش، بعد میلگرد میزنه میاد باسکول، مجددا اون صفحه رو برمی‌داره میذاره داخل مغازه، این رو وزنش میاد. و این هم شگردی دیگر. ماشینا رو 2 تا شبیه هم درست کردن، پلاکا عوض میکنن، پلاک راحت داره باز میشه، ماشین با 25 تن وزن با پلاکی که داره میره روی باسکول، بعد با ماشین مشابه با 20 تن رو میفرستن سر ساختمون پلاکشو میذارن رو اون ماشین. خودروهای حمل آهن توی این منطقه اکثرا شبیه هم هست. نگاه 2 تاش اونجا وایسادن و یکیش هم اینجا. این خودروها یه مشکل جدی دارن، پلاکاشونه به این راحتی پلاک در میاد. آهن خریداری میکنه ماشین میره روی باسکول با 15 تن 10 تن 5 تن 6 تن وزن داره دیگه، بعد میان با ماشین مشابه همین ماشین با وزن کمتر 1.5 تن 2 تن پایینتر پلاکو جابجا میکنن، این ماشین میفرستن سر ساختمون.